روشن صاحب محترم، شب هم شیرای دکتر صاحب که واقعا در پارک زرنگار در میتینگ ظفر آفرین صحبت کردن، شیرای خوبیش شو یادآوری کردین و او را با پاس از این زمانی که پیمان بستیم و شیر گفتین که پیمانی که بستیم بان که شیر دکتر صاحب امور یک زمزمه لطف کنید. میگه بیا بیا که فضاگرد کائنات شویم، بیا بیا که فضاگرد کائنات شویم، که آرزوی بزرگ است و این جهان تنگ است. برای حلقه روزگار نوین، برای حلقه مردان روزگار نوین، حیات بی تپش خفته مایه ننگ است. هوای کشور افغان و روح سرکش تو، دو پاسبان نبرد و دو سنگر جنگ است. سرت ز مشت حوادث فرو نمی آید، سر مبارزه سر نیست، صخره سنگ است. یا به موج زن تن خود را، به موج زن تن خود را، به قهر طوفان رو، به موج زن تن خود را، به قهر طوفان رو. حریف رزم نهنگان شو و خطر بپذیر، ز کولا مجو ز آسمان پناه مگیر. چو آفتاب به نور چراغ خویش مپیش، که زندگانی نبود جز نبرد بی تاخیر. دوست داریم این وطن را، دوست داریم این وطن را، ظلمت شبهای او را. در نبرد زندگانی جاده غمهای او را، خلق بی همتای او را. در افقهای زمان استاره فردای او را، رزم او را، فتح او را، آینده زیبای او را. تشکر. بسیار عالی. واقعا امیال شعر که گفتین دکتر صاحب در چشم استاد شد، صدایتان هم صدا و روح از او شاد، یادشان گرامی باد. رئیس محترم خسته نباشین، سفری که کردین واقعا یک لحظه هم صرف یک روز ما و شما آرام بودیم. در اینجا دست زنگ ده بله نه بله بگو. از کی رسیدی قلاره؟ خب بیرون باری؟ خب میگیریش دیگه، میگیم دیگه. خب صحیح، برو با مال خدای. نه این قصه داری. خب برداشت بود با مال خدا. یعنی شکر است که یک تعداد تبلیغ میکردن که گویا بارایی صاحب برادرشان نیستن، ولی امروز که ما آمدیم نه تنها که در کنارتان قرار داره، بسیار صادقانه به خاطر وطن، به خاطر از اون ملت، و گفت که هر گامی که صادقانه به خاطر وطن باشه و ما در کنار شما قرار دارم. و این دستاورد بسیار خوب، یک پیغام با می دوستایی که جبر تاریخی اینا را اصلاح نکرده یک داشته باشین، چرا اونا تشویش داره که